خیلی شده ویوی زیبا. سلام بچه ها، صبح زیباتون بخیر. البته الان صبح نیست، ساعت 2:20 ظهر. امروز جمعه 26 اردیبهشت ماه، ساعت هم 2:26 است. منم که مرتضی. امروز میخوایم بریم یکی از قشنگترین جاهای لاهیجان که تقریبا خود شهر لاهیجان 10-12 دقیقه. فاصله داره، بارون هم تازه داره، نم نم میباره. من حرکت کردم گرفت، بارون شروع کرد باریدن، دلم نیومد هم تو بارونشو براتون بگم. میخوایم بریم تالاب سوختکوه. الان هم جاده لاهیجان به سیاکل هستیم. چند روز پیش ولاگشو براتون گذاشتم، خواستین تو پلیلیست هم لاهیجان هست، هم تو سیاکل، هم تو رانندگی. این جاده خطرناکیه به خاطر اینکه رعایت نمیکنن، بومیا رعایت نمیکنن. مسافرام که به جمعشون اضافه میشن، حتما سعی کنین اینجا آروم برید. بیاندین سرعت 70 تا 80 تا نهایت، بیشتر سعی نکنید، چون هم سگ، گاو، گوسفند، بچه، مسافر، سبقت غیر مجاز، همه چی تو این جاده هست. خیلی خطرناک. هوام دیگه بارون بهاری و جاتون خالی. این لوکیشن یکی از جاهای نزدیک و قشنگ لاهیجانه که چند سالیه باب شده، یعنی 3-4 سالیه، هم به 5 سال نمیکشه. قبلا ناشناخته بود یا اینجوری تفریحی نبود. ما خودمونم خداخونا بچه هم اینجاست، 4-5 سال مثلا میریم اونجا میبینیم. دریاچه خوشگلیه. پیشنهاد میکنم اگه دوره سخت دوست نگاه کنید، شما بچه 13-14 ساله بود تکچپ میکنن توی هوا. این تابلو رو دیدیم با دست چپ بپیشید، حتما هم راهنما بزنید، احتیاط کنید. اینجا جمعه معمولا خیلی شلوغه، امروز بارونه بعید میدونم. ایران 40 مسافر رو از بومیا بیشتر تفریح میکنن. واسه هم بومیا بنده خدا الان بیجار کار دارم دیگه. اینجا مسجده، احتمال مراسمی بوده هست، خدا رحمت کنه. صداش میاد. اینجا قبلا ولاگ گذاشتم ولی جالب نبود، گفتم دوباره معرفیش کنم، براتون توضیح بدم. نگاه میکن اینجا تالاب شروع میشه، این ورودی تالاب. خونه خیلی خوشه. اینجا چند تا بومگردی هم داره، فکر کنم اسم شامایی همچین چیزی. اینم ورودی تالاب. جادهش جالب نیست، ما اومدیم همینجوری بارون میزنه لجن چک کنیم قشنگ. حالا یه امکانات جالبی هم داره، تو ویدیو براتون توضیح میدم. این قایقا رو میتونین اجاره کنین برین وسط ها. بارونه فکر نکنم بشه، این بعضیاشون مسقفه فکر کنم اسمش، سخت شده. این بومگردیه، اینا شاهماهی فکر کنم اسمش، شاکولی شاهماهی اسمشه، شاهماهی. تو این اینستاگرام هست کنم، خونه اجاره میده دیگه، غذا همه چی داره. کافا اکثرا آش رشته، چایی، اسمشون همه یادمه. من دارن کباب میخورن تو خالی.
روبروی من اون براتون ویدیو میگیرم، سری تقریبا میز صندلی تو آب شناور میشه، مثلا میتونی وسط تولد اینا مثلا بری وسط خوراکی با تناب شما رو بعد میکشن بیرون میارن لب ساحل. قشنگ. الان خلوته، معمولا هم 3-4 به بعد میان هوا خوب باشه، کسی نیست. تالاب سوخته کو بهش میگن. ماهی هم داره کنار آب وای میسی، قشنگ ماهی دید داره. کلی کافه هایی هستن که مثلا جدا جدا، بلال آتیشی، رشته خوشگار. من یه سالشم فکر میکنم اسم رشته خوشگار میاد. اینجا یه تاب بزرگ هم داره، الان میریم. بلال تازه بردم پاش. من 2 روز بارون میزنه. این جلوتر دور میزنه، اینجا گیر کنم. بقیه رو براتون پیاده فیلم میگیرم. خالی بارون هم میزنه. قایق‌ها دارن چه میکنن، چند تا قایق داخل هست. عجیب بلال داره. یه خانه انبور نداری نه آن یا دو برابری میدانی من کاملا جایی اینمون قایقا گفتم صندلی داره میمید وسط بود. ارزون هم هست، گرون نمیدونم کنم ساعتی چه یورو 150 تومن. دوستان تنبل داریم باهاشون نه خود دو تایی دارم پاک دارم. بعد از رکاب زدن بلال خیلی میچسته. یه آمیوه پشت آمیوه هم بلال، یا اول بلال بعد آمیوه، خلاصه نادرده. اینجا یکی از قشنگترین جاهای دیدنی لاهیجانه.
که نزدیک به لایجان هم هست. 10-12 دقیقه. سوخت کو. دوستان از این ما رو اینجا تشریف داره، نمیتونم بدونشو بده. این پایین حضور فعال داره. بومگردی که بهتون گفتم گل عطر دیگه اسمش نمیدونم چیه. تنهایی حال نمیده، بیا قایق سواری کنه قایق میگه حوصله ندارم. شما سری با ما کنم با چجوری تولد محتوا میکنیم برای شما. همه گشت فرشتان نفت چایی میخوری، جای شما خالی میشونه میبره در این ویوی زیبا. جای همه تون خالی. لایک کامنت هم یادتون نره.